سلام، اسم من مریم هستش و به عنوان پزشک قوزماکلا توی شهر فلباغ در شرکت کنفینگم به ها فعالیت میکنم. امروز تصمیم گرفتم از طریق این ویدیو در واقع بیام برای شما پزشک قوزماکلا رو توضیح بدم اینکه چه کسی هستش و چه کاری انجام میده. خوشحال میشم با من همراه باشید و من رو دنبال بکنید. اسم شرکت ما کنفینگ ام ها هست. شما میتونید از طریق این راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. شما میتونید برای ما به زبان فارسی ایمیل بنویسید و یا اینکه تماس بگیرید و مشاوره لازم رو به زبان فارسی دریافت کنید. شما همینطور میتونید با بروشور ما توی این ویدیو آشنا بشید. توی این ویدیو در واقع من برای شما از طریق بروشورمون توضیح میدم که برای چی ما به در واقع بیمه نیاز داریم. چرا بیمه توی آلمان ضروری هستش. همونطور که میدونید همه ما از طریق گزارش توی آلمان بیمه هستیم. اما یه جاهایی ما نیاز داریم به پقوات ورزشگون برای اینکه این پقوات ورزشگون بیاد به کمکمون و جاهای خالی گزارش رو برای ما پر بکنه. همینطور من در این ویدیو تصمیم گرفتم از طریق بروشورمون برای شما توضیح بدم که چه چیزی هست تفاوت یک ورزیشگungsvertreter و یک ورزیشگungsmakler. ببینید ورزیشگungsmakler کاری که میکنه این هستش که دسترسی داره به بیشتر شرکت های بیمه. اون میتونه آنگبوت های مختلف رو از شرکت های مختلف بیمه بگیره، ولی ورزیشگungsvertreter فقط میتونه نماینده فروش یک شرکت بیمه باشه. بنابراین شما فقط میتونید آنگبوت از یک شرکت بیمه دریافت کنید. همینطور یک ورزشگungsmakler خوب میتونه اول از همه نیازهای شما رو بشنوه، حرفاتون رو خوب گوش بده و با توجه به نیازهاتون بهترین آنگبوت ها رو براتون پیدا بکنه. یادتون باشه همیشه بیمه در همه زمینه ها پوشش کامل رو نداره، ولی میتونه خیلی جاها به ما کمک بکنه تا از پس شرایط بسیار حساس بر بیایم. شما توی صفحه بعدی بروشور ما با این آشنا میشید که در واقع ساختار یک ورزیشگungsmakler و ساختار یک ورزیشگungsvertreter به چه صورت هستش. ببینید همینطور که میبینید ما به عنوان یک ورزیشگungsmakler و شما به عنوان یک مشتری میتونید از طریق ورزیشگونگ‌های 1 2 3 4 و 5 بیاید آنگبوت‌های مختلف رو دریافت کنید و مطابق با نیازتون چیزی رو که براتون به عنوان بهترین راه حل هست رو دربارش تصمیم بگیرید. و در صفحه بعدی شما با این آشنا میشید که در واقع ها کارشون چی هستش. همونطور که گفتم ها مدام خودشون رو به روز میکنن، اطلاعات جدید رو از های مختلف دریافت میکنن و ببینن که چه چیزی الان با توجه به نیاز روز مشتری ها میتونه واجب باشه. شما میتونید اینها رو خیلی راحت از طریق یک ورزیشگungsmakler دریافت کنید. در نهایت باید بگم که ما به عنوان یک ورزیشگungsmakler به این نیاز داریم که از طرف شما بهمون اجازه داده بشه اطلاعات شما به شرکت های بیمه فرستاده بشه. برای همین نیاز داریم که با هم دیگه یک سری در واقع فرم ها رو که به اسم بازیس اونتالاگن هستن رو با هم پر بکنیم تا بتونیم با هم دیگه بهترین راه حل رو پیدا بکنیم. اگر که مایل هستید به زبان فارسی با شرکت ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو خیلی راحت به زبان فارسی بپرسید، خوشحال میشم که با ما در ارتباط باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.